چرا ای خداوند دور میستی و در وقت تنگی خود را پنهان می‌داری؟ شریر در غرور خود کمبغل را تعقیب می‌کند، کاش که خودشان به نیرنگ‌هایی که اندیشیدند گرفتار شوند. زیرا که شریر با حرص نفس خود می‌بالد و طمعکار به خداوند بی‌اعتنایی می‌کند. شریر در تکبر خود می‌گوید او بازخواست نخواهد کرد. تمام خیال وی این است که خدا نیست. راه‌های وی همه وقت با موفقیت است. داوری‌های تو از وی بغایت دور است. به همه خصم‌های خود بی‌اعتنایی می‌کند. در دل خود می‌گوید فرو نخواهم غلطید، هرگز بدی نخواهم دید. دهان وی از لعنت، مکر و فریب پر است. در زیر زبانش بدی و خباثت است. در پشت رباط‌ها کمین می‌گیرد. در جای‌های نهانی بیگناه را می‌کشد. چشمانش از پی بیچاره می‌پاید. در جای نهانی مثل شیر در لانه خود کمین می‌گیرد. برای قپیدن کمبغل کمین می‌گیرد و کمبغل را قپیده به دام خود می‌کشد. به زانو نشسته خم می‌شود و بیچارگان به چنگال پرزور وی می‌افتند. در دل خود می‌گوید خدا فراموش کرده است، روی خود را پوشیده است، هرگز نخواهد دید. ای خداوند برخیز، ای خدا دست خود را بردار، حلیمان را فراموش نکن. چرا شریر به خدا بی‌اعتنایی کرده؟ در دل خود می‌گوید تو بازخواست نخواهی کرد. تو می‌بینی زیرا که تو به عذاب و کلفت می‌نگری تا که با دست خود سزا دهی. بیچاره خود را به تو می‌سپارد، مددگار یتیم تو هستی. بازوی شریر و بدکش را بشکن به طوری که اگر شرارتش را جستجو نمایی یافت نشود. خداوند پادشاه از تا ابد، مغروران از زمین او نیست خواهند شد. خداوندا آرزوی حلیمان را شنیده ای، دل آنها را قوی گردان، گوشت را بگشا تا که یتیم و مظلوم را در داوری حمایت نمایی و آدمی که از خاک است دیگر آنها را نترساند.